سلام بیننده های عزیز، باز هم خوش آمدید به کانال یوتیوب پرویزور. قسمی که می‌بینید اگه در پولی مستعد و می‌خوایم عملشون مصاحبه کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب است جناب جور است؟ بخیر هستی؟ اسمك چی بود؟ میلاد جان خوش آمدید به نمایشگاه. تشکر، زنده باشید. چطور بود نمایشگاه لالا؟ والا بسیار زیبا بود یا دیدیم خوشایند. خوشتون آمد؟ بسیار از دیدار مردم چطور؟ والا قسمی که می‌بینید تو فکر می‌کنی که مردم افغانستان توریست شده. جای پای نیست. جای پای نیست والا. از مسئولیت وطن چیز خوشتون آمد؟ والا بسیار چیزا خوشم آمد. تولیدات وطن افغانستان بسیار زیبا بود والا. خیلی مردم فکر می‌کنن که تولیدات کلش خارجی است، ولی به داخل خود افغانستان ساخته کلش داخل خود افغانستان ساخته میشه که بیان از نزدیک ببینن بعد از باز میفهمن دیگه جریان از پشت کامera میبینن دیگه نیست. واقعا میگم پس چیکار داریم کردین از والا یک تصویر گرفتیم دیگه یگان لوازم دیگه گرفتیم در پایین پیش. در چند روز دیگه شرکت نکرده بودین؟ نه والا روز اول ما دیگه. روز اول تا 4 روز دیگه نبودین؟ نه والا. بسیار خوب، امید خوشتون آمده باشه. تشکر. چطور بود اهمیت نمایشگاه؟ خوبش بود؟ والا اهمیت هم خوب بود، بسیار خوب بود اهمیتش. کدام شعر کدام گفتنی خاص به مردم کسی که در اسپیکر تلویزیون تماشا کدام پیام به بیننده عزیز ما؟ پیام خاصی دیگه ندارم، نمی که خوش آرام باشه فامیل ایمنی هر چیز فامیل. دوست زنده باشه. خوش آمدید بازم. بیننده عزیز باز هم با ما باشید.